میشن تو کسکور. سلام به اولین ویدیو ما، خیلی خیلی خوش اومدید. ما اسکلیم. تا دیگه‌مون بابا سلام کن دیگه. سلام چطوری؟ بچه‌ها نمکیه داره میخوره. دوگم نباشید. خب ولاگ یه روز ماه اصلا شاید بگید بالا پشتمون خونه نداره. بچه کف جوب. حاجی ویدیو خنده دارترش کنیم. تو خفه شو کسته که لوس. هر روم زدت اصلا خنده دار. آه پوفی خیلی خنده دار بود راضی هم زد. کار جالب کرد. ولی اصلا حاجی این اسم چی؟ نزنی ها دیگه بدون. بیا کانتنت سازی. باز کسخل کجا میری؟ میدی چیکار بکنم؟ نه اسمشون چی؟ آلبانو میذاری اسم یوتیوب؟ بلاد چوچول. نش این سانسور رو حتما یاد بگیره. بلاد چوچولش چطوری بخواه؟ چوب دارم دیگه بس. این یعنی چوچول بچه ها. بذار Oh my god bitch. آقا بریم پسونه داداش میگم همچی کیریار یا نگو تو ویدیو دیگه. استراک. خب الان نمیگه کسی اینا چیه؟ داداش امروز اومدیم اما دلستر نه داداش تولد ما ستاست. بیا اینجا موز دلستر میشه؟ میشه تولد ما ستاست. بله حالا خیلی وقت ولی خوب ولی خب کامیس حرفی نداری برای تو دوربین. چرا درساتون رو نخونید اخراج بشید؟ استنگ بکن یه حرفی بزن. حرفی ندارم. تولدم یه لحظه اینجا دور رو نگه دار. تولد ایشون و شما بخفه شد. ایشون تولدش کادو ندادیم بهش. اگر دختر مناسبی از ایشون خوشش میاد وایسا از اینا نداریم. ویوی داره ناموسن. حالا میریم بشش. فقط بچه اینجا خیلی راحت آدرس لو میره چون برج سفید اینا هر جا رو نگاه کنم نه اون برج صورت. نه این برج آب پیزا سگ صفت پی. هر اون سایه یهو نکن سانسور صدا سیمایی که یورپ رو طبیعت. ما اینجا برج سفید رو داریم شبا صورتی میشه. اونجا قهوه‌ایه ولی خب صورتیه شبا. اینا درخت نیکه. چیه؟ نمیدونم. شاید بگی اینا چیه؟ کولره دیگه. کسخلی؟ نه والا همه شاید فکر می‌کردن اصلا اینا بخاری باشه. آره. تو اون رو بگی. اینم برج سفیده. من نگاه کن. سلامتی داشتی. این دیگه سنا. آقا میخوای؟ مخلوط میخوای؟ این دلستره. نکن. خب ما بریم بعدا چه ویوی ناموسن. جای خالی رو پر کنید بچه. این داداش کامل نیست. سرشو درست کن. داداش جای خالی رو پر کنید دیگه. خودشون پر کن. داداش اصلا شاید گلابی باشه یا دیوبی باشه. غیر اینه آقا آریان نکن. آقا چرا اینو خیلی کوچولو در نمیذار. ای کیر کشیده. پشماشو بذار. الان دارم میشه بزنم این دیگه اون بیه. پشمم بذاری میشه کیر و پی.
ببینم داشت بده من بابا بده درستش کن نه درست میریزم رو تا تیشت میزنم دیوبی میکنم دیگه نمیخواد. چیکار کنم دست نزن بذارش زمین برو اون کسکش فوش بذاری اگه نزنم خوش بذارم نه خوش خودی رو میزنم اون سگ میگیره بعد دهنت یه نقطه بگو داشت آبکیرش باشین اینجا آبیه اون آبیه این آبیه والا میگم ویوبرا رو دوست داری ویو مسجد امامزاده ساله آفتاب ماهه برو ببین نگاه ویوبرای عزیز نقاش خوبی میشم بریم بالا پشتیمون بود یو من نه داداش درستش مثلا کنم از شهر اسپره خلاص این پر کرد اون بره بالا پشتیمون همین داره بچه ها دارن تنقلات میل میکنن منو بگی لخ شو لخ شده؟ خب دختره هم که از نگاه‌های وایسا خب بذار بگیرم بیا این ور همه ورزش کردی چه کیریه بندازش از اول بذار بگیرم برده داریم ماشاءالله از اوله برات ساعتی کار میکنه 5000 تومان بهش بده برات 3 روز ما اینو لختش کردیم خب نگید ما هم حالا یه به چیزی تاها میگم کل بدن تو سانسور کنه داشت اصلا به درد نمیخوره این بدن این همه ورزش کنی خب لاغر شدم آره داداش لاغش وقتی شیشه میکشه بنده خدا لاغر شد خوبه زهر نزنه وقتی عرق خورد من مالیدم راضیم اینا مال پکش کمه برای پکیج داشت تو که اول آخر سانسور میشی چیو میخوای؟ نه برای پکیج کامل به شماره 66 99 زنگ بزنید پک می‌سازیم پک میسازید پکی چند؟ آقا پکی 100 دیگه پکی 100 میلی دیگه سخته 6 پک 600 میلی آجی قبلا میگی اینجا داشتی از تو چرا تنهایی؟ او گوز اومد داداش آروغ زده دهنت سرویس به نظرم ما بریم میایم ها بریم حالا این بازم تازه جا داره بله آره حاجی این جوجا خیلی دل استراش بسیار. کلاسیکای بدون الکلش بدون الکل خیلی مهمه داشت ما چون داشت اصلا ببین گفتن آسمون آبی کوه قهوه‌ای چرا؟ آبجو بی الکل خلاصش مهم کرفتم سبزه باز بخوادی این دکتره مخشو زدم من مخشو نزدم این مخمه کس میگه مخ منو نزده این شاهد اتفاقات داداش زنا کردی؟ نه میخواد گوزخون اسم اونو آجی بخواد رو رونش تتو کنه اسم این پلشیو چرا آخه؟ واقعا نمیدونم بگو رفیقام منو آدم حساب نمی‌کنن تو چجوری انقدر منو دوست داری بهش گفتم آدم سه تا قانون داریم به حرف من گوش نکن من اسلام می‌خوام تتو کنیم بگو ما میخوایم تتو کنیم به حرف این گوش تو ندیم استخداشم یارو میگن کدوم برم یا ما بین رفیقم سه تا قانون داریم الان هم تو ماشین بودیم با گوگل مپ به یارو آدرس دادم به خودم اعتماد نداشتم آجی بغل زیدش بودیم بعد گفتش از کجا برم و اینا دخترم گفت من باید اینجا برم هی میگن نه باید از کلالوز بریم نه علامه جعفری در به خونشون بعد رفت کلادوز که شرقه خب کس خوشه داره میره پیش اون یکی دوست پسرش برگشته والا من مطمئنم بعدش هم پیام داد گفت اشتباه رفتم بعد داشته به رسمش یک نشونت بدم بعد چون آقا ما ایستگاه امام حسین بودیم با این کس اینجا نوشته امام حسین اینجا نوشته صادقیه فرنگسرا یکیش نوشته صادقیه یکیش فرنگسرا فلش صادقیه این فرنگسرا این ور صادقیه این ور حاجی فلش ها رو با دست نشون داد گفت این صادقیه است این فرنگسرا با تاکید یه طوری گفت باورم شد حرومزاده بمیری تو بچه ها
3 تا قانون. قانون اول به حرف کسره گوش بده. رفیقم نشی. قانون دوم قانون اول یادت نره. قانون سوم قانون اول و دوم رو هیچ وقت یادت نره. این قانون چهارم داریم که خفه شو. یه قانون چهارم داریم که هممون کسخلیم. کسخلا رفیق. داشت ناموسن من تو تا حالا بگویی ندارم. اصلا ما بگاهی دادیم. تو داداش هر حرفی ما میزنیم تو میگی حله بریم اینجوری هم میگی. من چه بگاهی دادم؟ دیان من حالا با اینا نبودیم اون موقع ولی خیلی بگاهی زیاد داشت. نه خیلی داداش تو رفتی فرنگسارا دعوا شده مثل دلاورا رفتن پیشش که کونمون رو پاره کنن. یه رازم مثل سگ دویدیم. به هر حال میتونستن پاره کنن. ما دویدیم نه؟ ما دویدیم. مهم اینه نرجس اگه این ویدیو رو میبینی هنوز جاش درد میکنه دیگه دندون نزن برای کسی. بابا پیام داده بودم میگفتش که آره نه چی رفتی جلو رفیقای من شلوارتو کشیدی پای میگفتی نگاه زخم شده. کسخله حروم زاده. داشت منم بودم ناراحت شده. بابا مست بودم بعد برگشتم گفتم چجوری کیلوتو خوردی؟ نگاه اینجاش زخم شده. بشین بده شیش بشین سرش برو کیک. فعلا ویو رو ببینید تا بعد. نظرم لباسا خاکی میشه 100 ولی بشین. یه زیرانداز ندارید بندازید. آدیان آب چسبید حروم بهش. زاده. فقیر افغانیش با 20 تا بچه یه زیرانداز داره تو نداری. برو بیار اگه. داشت از تو چرا دپرسی؟ آه دروغ میگه. پرچه خونت پایین سوش. جورت دیره بپر. جورت بدید. میخوام مثلا مگس میگه گوش نمیاره مگس دانشگاهشون داره. مگس پرواز میمونه. پرواز نمی‌کنه. مگسی که پرواز بالا شیریده. بالاش نمیره سباشه. یا حالا گوه نخون ماشین نمیشه. آدیان چیکار میکردیش داداش؟ با مگس کش میکشن مثل سوسکیلت میکن. دوباره سوسک میگی؟ دوباره سوکس دوباره سوسک راست میگه کونت خاکیه بتکونم برا اگه میتکونی بشه حل داداش آقا سانسوس کولر آبی بعد از 6 دختره هستن پوله پر زدن خب بذار ویدیو رو قطع کنم نگاه کن برم تو هم میاد اون الان دستش پره شما بزرگی شما به بزرگی خوده مردید به مردونگی یه چالش میخوام بهت بدم دلستر رو بری رو سر کس رو اش دلستر کیه نوچ میشه تا صبح بخواد قول بزنه آب نمی درست بده دیگه برو آدیان آب چسبید برو گل پسر باری کلا بذاری رفتیم یه جا آب بود آب بریز داشت کس تو چرا دپرسی؟ یکیش میگه چرا؟ بگیم میخوایم بریم آب بخوریم نکن من آب میخورم میپاشم والا نمیدونم چی داره میگه گوش بگم بگی دور سر دانشگاهشون داره بگی دانش ویدیو بگیر بیا این آدم بگی اینجوری نگی اینجوری بگی برو منم میام آقا یعنی چیکار میکردیش من داداش؟ نوشه جون با هم بریم تخمشون بذار ببینم بیا پارکور کار یه کونت خاکی بتکنم برا با اگه میتکونی حل دیوان دیوا تخم معلوم بعد از 6 دختره هستن پارکور کار خب بذار ویدیو رو قطع کنم نگاه کن برم بپر تخمشون نداره خواهیشون نداره دستش پره شما بزرگی شما به بزرگی خوده خواهیشون نداری ببین به مردونگیت خواهیشون نداره باسیه داداش خب گوشیم
آریان آب چسبید حروم زاده داره آب میپاچه اینجوری با شو گرفتم فیلمو بگیر الان دارم میگیرم الان داشتم کسرو دوباره داشت کسرو چرا دپرسی یه خیس شده نه چرا بپر تخمشو نبری سرشو میخوام میکنم بیا فیلم بگیر بیا فیلم بگیر پوفیوز پسرای دانشگاهشون داره نه سادیسم تو من چیه؟ منو چی تو داری؟ اصلا من به این چالش دادم این انجام نداد گفتی دلستر حیوان من گفتم جرأت دیگه داد. آریان چیکار میکردی شما سرده نوش جون ببینم پیرمرد بازی کی رو خب؟ بی ادب بذار ببین داشتون برای ساندویچه چرا می‌ریزی همش یه چونی بتکونم برای او آقا کسر عصبی او حلش اومدیم خونهشون زنا کردیم باید عصبی باشه بچه‌ها برید خودت بزنیم مجبورم کردی اوه آقا کسر عضله ها رو نشون بده خواستاران دو نفر خواستاران دو آقا بس اینا مال کیه؟ خوشیکل هم هست چه چیزا؟ شما به بزرگی خودت مردید به مردونگیت ما بریم یه نفس بکشیم بیا اینجا کسر تو خاموش آریان آب چسبید بهت خوب بود آبم اومد داشت کسر چرا دپرسی؟ حیوان من فیلم نگیر چرا؟ نکن عجب چیزی والا نمیدونم چی داره میگه گوش نمیاره پسرای دانشگاهشون داره حرف میزنه خیلی پاشو قرار شد بشینیم یه جا دیگه کی گفته بخوریم بشینیم بخوریم بیای بخوریم اونجا هم سایه هست هم نشسته آریان چیکار میکردی شما داشت؟ من نمیسترسی میکنم نوش جون هم درد گرفتم نوایستم تو چه کونت بالاخره خاکی شد بذار ببینم راست میگه کونت خاکیه بتکونم برا داداش اگه میتکونی بده حلش چه تکون دادی آه شورت ویدیو حسی کنم بعد از سکس دختره هستن حوله پیچانه خب بذار ویدیو رو قطع کنم محمد آب. وا کن برم رو چیز سینه‌ت بعد قطع کنم باباش بهتره اون الان دستش پره شما بزرگی شما به بزرگی خودت مردی تو به مردونگیت یه بوس آریان آب چسبید بهت خوب بود آبم اومد داشت کسر چرا دپرسی حیوان من فیلم نگیر چرا نکن عجب چیزی والا نمیدونم چی داره میگه گوش نمیاره پسرای دانشگاهشون داره حرف میزنه خیلی پاشو قرار شد بشینیم یه جا دیگه کی گفته بخوریم بشینیم بخوریم بیای بخوریم اونجا هم سایه هست هم نشسته آریان چیکار میکردی شما داشت؟ من نمیسترسی میکنم نوش جون هم درد گرفتم نوایستم تو چه کونت بالاخره خاکی شد بذار ببینم راست میگه کونت خاکیه بتکونم برا داداش اگه میتکونی بده حلش چه تکون دادی آه شورت ویدیو حسی کنم بعد از سکس دختره هستن حوله پیچانه خب بذار ویدیو رو قطع کنم محمد آب. وا کن برم رو چیز سینه‌ت بعد قطع کنم باباش بهتره اون الان دستش پره شما بزرگی شما به بزرگی خودت مردی تو به مردونگیت یه بوس آریان آب چسبید بهت خوب بود
داشت کس چرا دپرسی؟ ای بابا من فیلم نگیر چرا؟ نکن عجب چیزی والا نمیدونم چی داره میگه گوش نمیدونم راجع پسرای دانشگاهشون داره حرف میزنه علی پاشو قرار شد بشینیم یه جا دیگه کی گفته بخوریم بشینیم بخوریم بیای بخوریم اونجا هم سایه هست هم نشستیم آقا یعنی چیکار میکردی شما داشت؟ من نوش ترسه میخورم نوش جون هم درد گرفتم نوایستم راجع کونت بالاخره خاکی شد بذار ببینم راست میگه کونت خاکیه بتکونم برا داداش اگه میتکونی بده حلش چه تکون دادی آقا شورت ویدیو حسی کنم بعد از سکس دختره هستن حوله پیچانه اینطوریه خب بذار ویدیو رو قطع کنم ببین محمد اون آبه. وا کن برم رو چیز سینه‌ت بعد قطع کنم ماماش بهتره اون الان دستش پره شما بزرگی شما به بزرگی خودت مردی تو به مردونگیت یه بوسه واه واو شیر خر کسی کیره تو در چالش بگم تو سر و صورت دیگه باش خوشگلی چیز بی پلنه نوک نیپه چیز مثل هرمه نشد میام میزنم دورتم آجی ببخش میزنم دورتم دیان بذار بزنه به چی بزنه به صورتت غلط کرده ببین بهترین اوکیه داداش قبولت داریم ما بزن پورنهاب دادش مثلا ضربه بزنم بدیه تو به چپی درد میکنه بشاشش کاری نداریم جورت یوتیوب یک کیره اینو میخوای بذاری؟ پورنهاب میخوای چنل بزنی از اون بگی داره با آروم میگه داشت خیلی بیشوری میخوام ناموسن همین رو کاشانک بشه کاشانه میدون کاشانک کس بچه ها همه شاششون گرفته پایینو بگیر منو نگیری آقا این داره میشاشه اینجا یه چیزی گفت این آبرومو رفت نشاشیدم گفت اما این داره میشاشی یه چیزی گفت نفهمیدم چی حاجی اینجا شاشید مشکلی نی؟ بگو پاسداران پاسداران 2 نفر دوباره بگو پاسداران یکی یه چی اینا هم بیایی یه من شکایت میکنم شکایت سرویس یه شاشی پلنده مثل هرمه نه بلدی بقیه شو صافت بالاتر از سنمه یو بقیهش به تو ربطی نداره یه تتلو بیاد یه بار دیگه میگی پاسداران پاسداران 2 نفر نکن خونتون بذارم دوربینو بگی یه ذره تو بگی بریم بیرون نگاه کنیم بریم بالا بشیم اونجا 2,000 years later. حیوان موجی بگیرشون داشتیان تو این تمرین بوکس فاک ایبا فاک فایت نفس عمیق بریم نفس عمیق بگی کام بگی بگی کام بگی بگی کسکش تو ورزشکاری مثلا سر پرد کن آجی خیلی از وایسا همین وایسا بیا اینجا اونجا رو نگاه کن حس میکنم لودینگ رد داده
کسشر نگو بابا خندیدیم بگو پاستارا آقا یه دونه از اون خنده ها بزن نه کس سند از این هیچی هم نداریم گفتم بگامون میدی بابا همین الان اوکیه. گفتی اوکیه و کیره خر من اوکی پردیس میام دیم میشاشم به قرآن تو خونه داشت من خودم هم شاشیدم صورت بابا نه عمو دارم میشاشم تو صورتت این گفت پشت گذاشته من چه؟ اونو بزن. هیچی هم نداریم نداریم چه زیبا گفت حاجی اینو بشینیم اش کنیم فقط میشه قول ندیم همون اونو قول بدید ولی اون حروم زاده بگیر دوربینو بگیر بچه غروب خورشید وای چه سایدی دارم داداش الان ویدیو چه بیاید مثل آدم بشینیم منم نظرم سرها داشتی ایف نشد بگیرم شربت نگرد میزنه دوربینو میگیره اون حواس ندارم آقا یه بار دیگه میخوای بزنی من دورمه آقا فیلم بردارم بیا خدا رو شکر آقا ویدیو بسته فعلا به نظرم اگه استراحتی داشته باشیم ما اینجا کمپینگ بیزنیم بچه ها فعلا نظرت راجع به شام چیه؟ چونمون به گو کشیده شده چه نظر خوبی نظرت راجع به شام چیه؟ آجه بازومه تا میگی فوک دریایی نظرت راجع به شام چیه؟ داداش خوبه فقط قاشق نداریم حالا داره فهم میکنه آیان انگوشتاشو میکنه بیرون بچه ها پیش ما نهید خیلی کسی نگاه عفونت کارو بگو همون عمو مفتن میگه یه خیاشون هم برامون بودیم عمو محسن کیه؟ یه خیاشونی که خاکش رای داشت طرف داری چوبه پاسدارم میگی؟ پاسداران 2 نفر یه دونه دیگه هم میگی؟ پاسداران 2 نفر برو اون ور بیام بخورش کسکش آیا میشه منو خیس کنی داداش؟ نه لطفا تو رو خدا نه گوه میخوردیم ها بکیرم خیلی حالم رفیق یوتیوبر داشتن سخته بخوره یوتیوبره یه کسخل فاز یوتیوبر داشتن عشق شده فاز یوتیوبریه مثل فازلاتی هم نه مثل فاز عشق پردیس
کستمک نمیدونم بخندیم. چی میخوری آقا کستو؟ اینجا چیپس استراگانوف داریم. اینو میخوری؟ دهن بابا. اینجا چیپس استراگانوف داریم. چی؟ اون وقت توف استراگانوف. این توف استراگانوف بدون گوجه، این ور توف استراگانوف با گوجه. واو. اون ورم یه پیتزا پپچیتوز داشتیم تموم شد. بله یه بطری آب معدنی. بله de la mamá 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 de la mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita. Mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita. la mamá de 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 la نفس عمیق بکشیم دیگه بچه‌ها. پیس اوت. بکس بعد کلی برجه بوجه کردن خسته شدن. نور نیست بچی اصلا نور نیست. آریا آقا کس رو خسته نیستی داداش؟ هر روم زاده لباس سفید انداختی رو زمین. آقا آریان شما خسته شدی؟ اینو یه دقیقه میگیری من تیشرت هم منو میشی کسیه داداش این آدم نمیتونی بگیری؟ میخوام ویدیو تیشرت پوشیدن همو داشته باشم. بده من آریان چه خبر؟ اوه حاجی اونا رفتن گی بکنن. اوه صدا تلمبه میاد حاجی پشیمون. نه ببخش چه خبر؟ اصلا معلوم نیستی. چی کس میگی پشت من؟ بی پلنه. آقا دیان چه خبر؟ داشت خسته شدی امروز؟ اینو نگاه دیگه خیلی الان خوبه. این بود ویدیوی ما تو 12 ساعت در پشت بوم. سوال براتون میشه که چرا 24 ساعت نه؟ همه یوتیوبرها 24 ساعت میرن. یک اینکه ما یوتیوبر نیستیم و حرفه‌ای نیستیم. دو اینکه مامانم اجازه نمیده متاسفانه، برای همین دیگه نتونستیم 24 ساعت بریم. 12 ساعت گرفتیم. اگه خوشتون اومد چنل رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو مردونه کنید دیگه. هر کاری که میتونید با کس سگ و کس یش دارم ویدیو میگیرم دیگه. هر کار میتونید بکنید. ماچ به کلتون.